به نام خداوند جان و خیرت. السلام علیکم بینندگان گرانقدر سیمای اول. اینک برنامه نوبتی بزرگان خوجند شهر را آغاز میکنیم. دوستان ارجمند، امروز ما در مهمانی استاد هنرمند مردمی تاجیکستان بای محمد نیازوف قرار داریم. استاد ارجمند، من نخست از جانب کارمندان سیمای مستقل اول، از جانب هیئت ایجادی منتداری خود را بیان میکنم که شما به صحبت امروز رازگی خودتان دادید و این لحظه بینندگان ارجمند با همراهی استاد دوامی چند ساعت صحبت خواهیم کرد و من فکر میکنم که امروز صحبت یک صحبت تاریخی خواهد بود. واقعا بینندگان ارجمند، به معرفی کردن استاد حاجت نیست. استاد خودشون تاریخ سنت هستند، تاریخ زنده سنت هستند و برابر آن که دوامی بیشتر از 60 سال در صحنه هنرنمایی میکنند، در صحنه هنر ایجاد میکنند، بازم با اون استادانی که در تاجیکستان بیرون از کشور ما در خوجند شهر زندگی کرده بودند، زندگی کرده ایستادند، اون هنرمندانی که با هنر والایشان دل تماشابینان را تسخیر کردند، دل شنونده ها را تسخیر کردند، همکاری داشتند. و امروز من میخواستم یک صحبت خاصی داشته باشیم پیرامون خاطره های استاد ارجمند. خوش استاد، من فکر میکنم که چون شما زاده خوجند شهر هستید، زاده واقعا یک شهری هستید که در تاریخ تمدن ملت تاجیک بسیار خدمت ها کرده است، زاده شهری هستید که آن را تیراز جهان میگویند و از سالهای 30 و 40 علاقه شما در صحنه هنر بودید و امروز من میخواستم آغاز فعالیت خودتان در خوجند شهر برای بینندگان ارجمند نقل میکردید و در ردیف آن از اونهای این لحظه خاطر رسم شدیم، از اونهای یاد میکردیم که واقعا بزرگان خوجند شهر بودند، بزرگان صنعت بودند، بزرگان هنر بودند و متاسفانه امروز همراه ما نیستند. هنرمندان بسیاری در شهر ما بودند. از بسیاری آنها من تعلیم گرفتگی، مثلا مخصوص جان تنبوری میگن کوچه بنامی، یک کوچه بنامی همون کس، اون کس تنبور نوازی و استاد من بودن. حالا هستند ابراهیم جان رسولوف، این کس کلوبی ابریشم به راهبری دسته موسیقیچیان و سازنده ها بودن. اون کس حال حیات، لیکن پیر شده ماندگی. از اون کس من جنگ نوازی یاد گرفتگی. بعد از اون کس گورنبای دادابویف، یعنی کلخوزی کمینترین میگفتن، همونجا بودن اون کس. حاجی صادق هم همونجا بودن. از همون کس تعلیم گرفتگی. اون کس هم حافظی نغز بودن. حاجی صادق دوتار میناختن، حافظی میکنن. از گورنبای دادابویف هم ما تعلیم گرفتگی. بعد یک نوازنده نهایت با قوت بودن از رومان، کنجبای میرمولایف بودن. تا ازبکستان همون جنگ نوازانی مشهوری ازبک همین کسا وای میکرد، خبر گرفته میستادن، رفت آمد داشتن، دوستی داشتن. منم حافظای ازبک ها کتی کامل جان آتنیازوف، اول مامور جان اوزاقوف، همه ها کتی طالب جان بدینوف، تا قرخال پاکستان حافظای مشهوری همونجا کنج مد نظرف، ارتیست خلقی هم ترکمنستان و هم ازبکستان. همون کس ها خانه ما آمد رفت میکردن، رفیقی نغز بودیم. این سازندگی همین که همین چیزهای نغزی یک دیگره خودش به میگرفت آدم. و هایم از من یک چنین چی که من به
و ها نبود و ها میگرفتن همین خیلی گویا یک معامله از یک دیگر پنهان نو لیکن ما معامله داریم از یک دیگر یاد میگرفتیم معامله هنری ها؟ هنری همین خیلی آدم های مشهور بودن سیجان رسولوف گفتگی آدم بودن اون کس خیجان نوازی مشهور بودن خلاص که اینها بسیار بودن همه ها خاطرم به حسمی نیسمی بعد از اینجا دوشنبه رفتن من شاگردی شاهنظر صاحب شدم شش مقام با تا روزی فوتشون تا وقتی که حیات بودن من از همون کس شش مقام آموختگی حاضر خودم معلمی شش مقام هم چیزهایی که من آموختم از همون کس آموختم از همون استادی معتبر ما فضل‌الدین شهابوف بودن اونجا و سرداری ریدکسی موسیقی بودن تلویزیونی مرکز با اون کس تنبور نوازی و بیهمتا بودن از اون کس یاد میگرفتیم کم و بیش شاعرانی که ما همکاری میکردیم امین جان شکوهی بودن بعد اگر رفیقی نغزه ما محیدین فرحت بودن علی بابا جان من همه شاعرای تاجیکی همون وقت کتی من نغز بودم خوش استاد من میخواستم باز به موضوع اول برگردیم خوش در تاریخ نامه ها اینچنین اونهایی که سن و سالشان واقعا به یک جای رسیده است پیر سالان حکایت میکنند که در همین کلخوز کمینترنی ناحیه خوجند یک دسته هنری آوازه‌دار تأسیس شده بود و بیشترین اونهایی که در همین دسته هنری کار میکردن فعالیت داشتن من بعد واقعا هم در تکامل و پیشرفتی صنعت تاجیک سهمگیر شدند خوش اگر بعضی هاشون نامشون نبرآمده باشد و مشهور نشده باشند هم شاگردان خوب مثلا برای صنعت تاجیک اهدا کردن تقدیم کردن خوش من میخواستم یک خاطره تان به همون لحظه های بیارید که اساسا همون چیز همون دستی هنری اصلا کی تشکیل میکرد کی اساسا اساسگذاری اون بود و کیها کار میکردند و هدفی همین دستی هنری از چی عبارت بود همون وقت گویا رئیس های کلخوز راهبرای همین رایون همه ها نهایت آدمانی صنعت دوست بودن با سواد بودن مثلا رئیس کلخوز بابا کلانوف بودن بابا کلانوف اون کس بسیار صنعت دوست می داشتن همون کس تشکیل کردگی همین دسته موسیقی نوازای اسمت فی نایچی شاد روان شد به نزدیکی موزیکانی اوچیلشی موسیقی و درس میداد شاگردای بسیاری دارد حالی همون کس هم همونجا بودن من بودم سرداران و گرنبای دادابایف بودن حافظ هم دایره نواز آخونوف محیدین جان بودن آخونوف محیدین جان همونه که سانی کاتبی بله کاتبی تشکیلاتی پرتیوی بودن دایره دست نه اون کس هم دایره دست هم حافظ حاضر یک رفیق ما هستن جورای فامیلیش از کجا اون کس؟ همون کمیترین با عبدالواحد جورای عبدالواحد جورای اون کس هستن اون کس تو تارکتی همراه میشتن می نواختن هم سرود میخوندن سرودی ما همراه میشدن یک نمیخوندن تنها خوندن به اینقدر وای نداشتن همراه خانیم اگر خوندن میگرفتن یک رازق بایکا بودن فامیلیشون اخاطرم برامد چنگ می نواختن خودی گرم باید دابویف ریجنگ می نواختن منم که جنگ می نواختم
من همه اسباب پای می نواختم، کدامش لازم شود همونش من به میدادن نواختم، همراهش رفتن میگفتم. خیلی یک دسته نغز بود که گویا همین مهان از حسابی کلخاسچی ها بودگی. کدام کلخاسچی توی کند ما بی پول رفته همون خدمتش میکنیم. از حساب همه ها کلخاس ما و ماهانه میتید. همه خیلی بود. یک حسابشی افتگی دو خدا شد این کاری بوگالتر ها حسابچی ها. خلاص که بسیار دسته بقوت بود. حاجی اکایم پیش از من همونجا بودگی، حاجی صادق. اون من یک دوستم خویجه بودگی فامیلیشان ایسان پرومات. همه خیلی آدم های بسیاری بودن، اینها سازنده های زور بودن. خوش همون زمان یعنی یک محیط ایجادی بود، همه خیلی. بله. محیط ایجادی بود. محیط ایجادی بود. بعد تینجی بود. قدر یکدیگر نقض میفهمیدن، یکدیگر حرمت میکردن. زمانه تینجی و امانی سیری و پولی گفتن ممکن همه خیلی بود. خوش هم درباره توی ها سخن کردید. خوش حافظان اصلا چخیل توی مثلا چخیل سرود های در توی میخواندند و مردم طلباتشان چخیل بود سرود ها با از کدام معیار. امروز اگر گیریم اگر معیاری سرود مثلا در توی ها اساسا شوخ باشد، مضمون و محتوای نظر به نمیگیرند، آهنگ های دلاشوبی رقصی باشد، اون زمان چخیل بود؟ وای زمان تلویزیون هم نبود، مغناطیسفون هم نبود، میره آواز بلند میکردگی میکروفون و این چیزا نبود. ما و علاهده بالای کتب جاکر میدادن، همه حافظای سازنده ها میشتیم و خوندن میگرفتیم. سرودهای میخوندگی ما سرودهای کلاسیکی بود. سرودهای مایده چایده هیچ کس گوش نمیکرد. کدام کسی که اگر سرودی کلان نخواند و یا همه وقت یلچی میگفتن یا اینکه ترانه خان و حافظ حساب نمیشد. حاضرم مهان همین گویا همسالای ما سرودهای مایده میخوانده حافظ حساب نمیکنیم و ها ترانه خان یک مایده چایده شقون میکنه میگردن. از یک معنای تربیت دهنده نسل نورس نمی نماد. فقط داد و وای منطقه دوست میدارم این بود، آن بود همه خیلی میبرد خلاص. این سرودهای کلاسیکی همون زمان میخواندگی ما و این یک تعلیمی نسل آینده دیده میشد. نسل حاضری هم تعلیم میدید به شرطی که هم متن و هم آهنگ فهمیده تواند. برای متن سرود فهمیدن از ادبیات باخبر بودن در کار. تا یک درجه در کاری ادبیات داند آدم، زبان خودش زبان مادریش داند. اونقدر مکمل نباشدم این زبان تاجیک 1000 ساله ها گذشته آمدگی زبان بسیار ترقیاتش زیاد شده، وسیع شده تا همین درجه رفته است که به فکر من یک عمر آدم برای آموختن همه زبان تاجیکی مان نمیرسد، کمی میکند. همش نفهمن هم همین متن شعرهای میفهمدگی شوند. از متن شعر آدم یک کیف عجایب ببرد. بالای وی با آهنگ همراه میشد، از آهنگ با یک کیف دیگر آواز یا حافظ همراه میشد، من آواز موسیقی همراه میشد، 3-4 کیف شده ببرد. برای فهمیدن همین سرودهای کلاسیکی مهان انچه عقلی بودن در کار. هر کس نمیفهمد، معقولم نمیشد. برگی من همین خیلی تخمین کردم با نمیدانم اکن یک فکری من. خوش استاد، اگر شما راضی باشید یک سرود برای بینندگان ارجمند ما میسرایید. فکر میکنم که باز بعدی سرود صحبت ما ادامه دادیم. مالش
مستور خانم می مالش باورگی روح ساری گلاب یه گل بدن خارم مکن باورگی روح ساری گلاب یه گل بدن خارم مکن نازی غمت را لایقم سوزان در نارم مکن نازی غمت را لایقم سوزان در نارم مکن آزرده ای عشقیتیم نازار زاری را ببین زاری چو من کم باشدم بسیار آزارم مکن زاری چو من کم باشدم بسیار آزارم مکن نورست گلا با آرزد دل دادم و آری شدم مانندی خالی آرزی از بیدلی آرم مکن من تو رنی زاری تیم یارم نغیاری تیم یارم این یار اگر یاری منی در سیرکیم یارم مکن یاری چو من کم باشدم بسیار آزارم مکن تشکر بسیار استاد صد تشکر واقعا در دستی ما بینندگان ارجمند کتابی استاد سرودهای بای محمد نیازов قرار دارد که آن سال 1988 انتشار شده است. واقعا در این کتاب از 200 سرودی استاد تنها 50 تاش درج شده است، هم نوته های آن هم خود متن. و واقعا من فکر میکنم که امروز میسزد که بینندگان ارجمند سرودهای استاد بای محمد نیازов از نو انتشار شوند. و من فکر میکنم که در این زمینه بسته‌کاران ما، در این زمینه اونهایی که دلباخته شش مقام هستند، آهنگ را درک میکنند، سرود را درک میکنند، در این زمینه خدمت خواهند کرد. برابر این بینندگان ارجمند بنده گفتنی هستم که استاد بیشترین سرودهای خودشان را در اساس متن‌های اصیل حافظان گذشته، شاعران گذشته مانند حافظ، کمال، صائب، بیدل، تغرل و دیگران ایجاد کردند. و امروز باعث افتخار است که شاگردان استاد ارجمند ما هنرمندان شناخته جلبیک مرادov هستند
عبدالجلیل هاشیموف، اسدالله عطااللهیف، صباحت نجمیدین و دیگران. خوش استاد، من فکر میکنم که همین این چیزها باعث افتخار است. امروز میسازد که شما از آن افتخار کنید که برابر آن که خودتان هنرمند هستید، بازم برای تاجیکستان، برای صنعت ما اینقدر شاگردان خوب را اهدا کردید. من اینجا میخواستم درباره شش مقام حرف زنیم، درباره تاریخی به گنجینه طلای ثبت شدن آن. خوش در این زمینه علامه زمان باباجان غفوروف سهمگیر هستند و شما همراه احمد باباخولوف در این جاده زحمت کشیدید. من میخواستم اوید تاریخی همین کاری خیر برای بینندگان ارجمند ما چند سخن میگفتید. من وقتی که از خوجند دوشنبه گرفته بودن به قاهره گفته که رئیس هیئت وزیران بودن، همون کس من گرفته بودن جو خانه تیار کرده. من گفتم کودکای بسیار دارم اینجا و نمیخونجم. اول خانه تیار کرده، بعد من برده همونجا. گویا همین کشیده رفتنی من همش تیار پولی و همه راه پولی ها همش دولتی بود. من پول دادگیم نیم، من همونجا بردم. بعد تلویزیون به کار به قبول کردن همون وقت عبدالوحید شریف گفتگی رئیسی رادیو بودن، همون کس به تعیین کردن، همون کس ما کار به گرفتن، کار به قبول کردن. انسامبل شش مقام نو تشکیل کردن همونجا با راهبری همین شاهنظر صاحبوف استادی من. 63 سال سر شد همین بای انسامبل شش مقام مکمل شد، همش بتون کردن، کار سر کردن. همون وقت بعد از همون پیش از همون خاطرم بنی من با باباجان غفورو که هم صحبت شدم. اون کس دعوت کردن، ما رفتیم اونجا. حنیفه مولانا بودن، من بودم، حاضر اینستیتوت پروفسور هیان غفوروف، عثمان جان غفوروف، اون کس بودن. انچه آدم بودیم صحبت کرده هشته همونجا. بعد گفتن که همین شش مقام نویسنده من تیار کرده که مسکو به چاپ کنندگی همین چیز نماند. این تاریخی فرهنگ تاجیک، این چیزه دوام دادن در کار. گفته یک کمک گفته گذشتن. من اینقدر اهمیت دادگی نبودم. بعد یک واقعه شد که هوشیار شدم ماندم درباره شش مقام. نیرو امینوف برنامه ساخت و گفتگی شش مقام بسیارتر یادگیر. این سرودهای ما حاضر امروز اگر نو تیار کنیم و خوانیم بعد از یک سال کهنه میشد. باز دیگر نوش به حرکت کردن داره میبیاد. شش مقام یکنم 2000 سال ایسین خوانده آمسادیان کهنه نمیشد. تلای سرودها، تلای صنعت همین شش مقام است. گفته فهماساست. من اقفا گوش کرده فهمیدم. گفتم این که پش محبوب. از همون وقت با مستحکم تر شدم. همین خریداری یکم درجگی رو گذاشتم ده شش مقام با. بعد از سری همون انسامبل سرکرده من تعلیم گرفتم. 13 سال بعد غیر از معلم یاد دادن من با کافته یافته میگرفتم. یه خیلی آدمایی که آدمای کوینه بودن اما های کافته یافته از همه ها پرسیده زبس کرد میگفتم. من اتفاق مایده یک داشتم همه گرفته میامدم. حتی خرید کرده رفته و آدم دلش برداشته قبضا نام کرد صحبت کرده میخوانندم و میگرفتم. همه خیلی کردیم من هم چیزایی که من به هست گویا بلکه همین کتاب از کتاب زیادتی هم دارم من به حسابی. این استادای شش مقام ما چند قدر توانستن شش مقام یافتگان کردن. همین با این یک خیل وریانت میگن
وریانت های دیگرش هم، مثال یک سروده شما خواندگی از خودتا یک همراه کنه با یک خوشروی تر خواندگی، اون کس خواندگی با دیگر خیلی ترسل، همون سرود همون قالب، لیکن هر کس صنعتی اسلوب صنعتی شیوی خودش کتی خواندگی همین خیلیش هر خیلیش یافته بعدیش مقایسه کرده خودم معقولشه که حاضر با مواد در کار میشه همین خیلیش جمع کردی گرفتگی من 13 سال به 13 و نیم سال به من همین 5 کتابی شش مقام از یاد کردم 5 توم این یه کس این خیلی کرگی نبوده است تا حالی هم نفهمیدم این خیلی نسوید همین 5 توم از یاد بعد از استادی ما گذاشتن احمد بابا قلوف معلمی شش مقام خانانی اون انسامبل شد یک سال به نرفت میتونستگیش ادا شد اینا گفتن در کار نیو مجبور خون شما پرسیدید بعد من بردم ماندن همونجا و معلمی و من 6 سال درس دادم 6 سال درس دادم بعد نفقه و برآمدم نفقه و برآمدم من گفتم اکن طرف شمال به کار نشدن در کار خوجنده همینش کفایه خوب که خوجند بعد از گویا 6 سال معلمی کردن هم اینستیتوی صنعت میگفتن و وقت حاضر اینستیتوی هنرهای زیبا میگن همونجا درس میدادم هم و به انسامبل شش مقام خانانی تلویزیون به من اینجا آمدیم از دام کلتوری خوجند سر کردیم بعد من دوردانه و آمدم علی معطوف دوران دیرکتوری تئاتر بودن اون کس تئاتر به تکلیف کردن اینجا به درس دادم 1 سال 1.5 سال من حاضر اول اکادمی موسیقی بود حاضر فکولته صنعتی اونیورسیتی بابا جان رسولوف به نام بابا جان غفورفشدگی همونجا درس دادم حاضرم همه کار که آموزادیم نسل نوارس تربیه که سادیم همین باید شش مقام کردی استاد امروز من میدانم که شما شاگردان زیاد دارید در دانشگاه اونهایی که حال حاضر کم کسان ایشان نمیشناسند خوش به اندیشه شما سویه شش مقام آموزی در کدام سطح است این یک دوم میخواستم دانم که آیا امروز ما برای فردا باز حافظان مثلا معرفی کرده میتوانیم که در ردیف شما در ردیف دیگر حافظان نامدار تاجیکستان باشد شاگردان من یک خودی وای به نیه همین گویا فکولتی صنعت به نیه از این بیرون هم بسیارند ما حتی پامره ها هم شش مقام یاد دادگی نقل رحمت و اولی شش مقام میخواند و کاری من نیگینه روفم میخواند و هم مهنتی من ما یاد دادگی همنا و زبس کنندگی این شش مقام کسی خواهد که یاد گیرد و خواند فهمد چی بودگیشه مشکل نیه خواهش داشتن در کار خواهشی طبیعی داشتن در کار شما گفتید که همین گویا من همون فکولته و یادداشتی هم خلاص نیه غیر از وای با اعضای بیرونم شاگردا دارم که و ها شش مقامچه های زور لیکن چه خیلی که حاضر زمانه همه خیلی و آدم ها نمیشناسن و های من کدام شب در با واسه تلویزور گپ زدن کردی وقتاتون به من همون های نظر رو داشتم که مثلا یک حسین بای گفته که فامیلش خاطرم نیه یک شاگرد دارم وای بیزنسمن گفتی بچه ها وای یک چنان چیزهای عجایب میداند از شش مقام که انجامونجا حافظی کسبی نمیداند با خوشلو کرده میخواندم همه خیلی شاگرد دارم با اینجا محمد جان هست یک تا
و شما میشناسید دردانو کار میکرد و هم چیزهای نغز میخواند. همون دردانو کار میکرد که دخترای و پسرای همشون ششمقام چی و های هیچ کس نبرو آوردیم تلویزیون رو نشان ندادیم. گم شده میرن نیست میشن. من مهنتم میسوزم خیلی یک وای یک قطار بچه ها گویا اکنون مکتب تمام کرده رفتن حالا اکادمی موسیقیه و ها میرن اونجا چی کار میکنن صنعت با کار میکنن یاد میتین یا نه اینشه معلوم نه همه های نبرفتن پیش یک برآورده نشان دادن در کار بود نوار گرفته ماندن در کار بود و ها گم میشن همه خیلی ها. من شاگردای بسیار دارم و ها گم شدن نشود رفتادن قوتی خلق با من اکنون اگر ما همه حاضر دستی من با 3 دختری که خوش آوازهای و با 7-8 بچه های خوش آوازهای حاضر ده همین روز من همونجا درس میرم حاضر نصیب باشد. انا همه های هم نشان ندیم اگر بعد از تمام کردن گیجا میرن صنعت به کار میکنن یا دیگر جا زندگی خودش مجبور میکند که از گیجا یک برده نان یافشارت همونجا میرد اینها گمشده میرن. همین مهنتی من مهنت رو میسازم برای من مهنتم نساختنش شما من یاردم کنید همین بچه های یا دخترهای من یا دودگی های یا 2 سالگی همه تلویزیون که نشان چیدم آدم ها با خبر شوند که همه خیلی خوش آواز هنرمندا هستن. این نشان دادن نه تنها به خاطر اون نیست که نشان دهیم اینجا یک پهلوی دیگرش هم هست به اندیشه من خوش خودی هنرمندم یک روحبران میشود که هنر او را قدر میکنه. لیکن اینجا یک باز پهلوی دیگری مسئله هست که امروز اونهایی که شش مقام شنها باشن کم هستند. مردم واقعا از شنیدن سرودهای کلاسیکی دور شدند. اکنون شما که سالهای دراز در همین جاده کار کردید یک مصلحت خودتان میدادید که امروز چیکار کنیم که مردم به همین صنعت اصیل تاجیک به فهمیدن شش مقام یک توجه پیدا کنند. این بسیارتر شنوند بعد حس میکنن قدرش میفهمیدگی میشن. بسیارتر شنیدم با گپ ما اگر بسیارتر نشان تیم پیشکش کنیم و هوا یک ماه با اقل یک پروگرام یک وای کنیم که یک کنسرت فقط شش مقام باشد هر ماه یک بار شده استاد اقل بعد آدم ها همینه فرق میکنن. آخر این معنای سرودهای شش مقام تماما یک عجایب است. خوش استاد ما میدانیم که شما اساسا تارباب تنبور می نوازید لیکن کم کسان آگاه هستند که شما بسیار اسباب‌های موسیقی می نوازید مثلا چنگ می نواختید غژک می نواختید. خوش من این لحظه میخواستم که شما برای بینندگان ما یک غژک نوازید. به قولی حاضر صنعتکاران سکریپکه میگویند و امروز در بسیاری از دسته‌های هنری واقعا همین اسباب موسیقی پیدا شده است. آنها درک کرده ایستادند که امروز اسباب‌های قدیمی ما اسباب‌های سنتی ما به انسامبل عموما به خوش‌آواز کردن آهنگ‌ها ضرور هستند. مایدش من یک اسکریپکی کوینه دارم همین چیز من ایگم این اسباب موسیقی همین که هر روز نواخته گردید آدم خوشو می نوازد. این یک چند روز نواخته بعد نوازید دست کار نمی کند. خصوصا این اسکریپکه یا جگبه همین که این پرده ندارد. شما البته یکان مشقای کلانی دوری دراز با تلویزیون به جای یافته نمیتونید. عجایبش همین که همین شش مقام بسیار سرودهای شاه‌اثرهای شش مقام چیزایی کلام دوری دراز همین و جای یافتن شما مشکل انشاءالله جا میابیم. من یکان چیزی کهنه
از همون دوره های علوم و داده باید معلم موقتی میناخته چیزها ناخته میتیم برای کوتاه بودنش نباشد من چیزای ششم خواهم همشه مینازم هم میگه دیگه. کوتاه کاک تشکر زیاد. واقعا شادروان اورنبوی دادابویف همین خیلی یک غژک داشتن. همین خیلی می نواختن سالهای آخری عمرشون در مکتب میانی رقم 31 ناحیه خوجند به یک دسته هنری همین خیلی همچون معلم کار میکردن و واقعا یک انسانی بودن که انسانی هنرمند. و امروز درباره اون کس که ما باز از زبان شما شنیدیم من فکر میکنم که به خاطر ایشان پیوسته ما الهام میفرستیم، جایهاشون رو میگیم که جنت شود، باشد که خدمتهایشان که برای مردم اینقدر زیاد بود در اون دنیا هم به حساب گرفته شود. فکر میکنم که استاد امروز در یک صحبتی کمتر زیاد از نیم ساعته نمیتوان تمام پهلوهای زندگی شما، تمام پهلوهای هنری شما را فرا گیریم. تنها من در آخر گفتنی هستم که امروز اونهایی که شاگردان شما هستند باید افتخار کنند، باید از شما بسیار چیزها را آموزند. و در آخر تنها یک سخن شاعر میخواهم گویم: آواز تو را طبع دل ما بادا، آواز تو چون نای شکرها بادا، آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو آوازی دنیا بادا. خوش استاد، من فکر میکنم که به برنامه بزرگان خوجندشهر این لحظه خاتمه بخشیدن هستیم و در آخر چند سخنی ناگفته‌ای که میخواستید گویید برای بینندگان، برای شاگردان، برای خوجندیان عرضه می داشتید. همه خوجندی ها و عقل رسای و برای کار و بخت و طالع بلند
میخواهم، سلامتی میخواهم. پرزیدنت ما امام علی رحمانوف و سلامتی میخواهم، برای کار میخواهم. من همراهی جوجبایف هم همراه بودم، همراه نشسته من سرود خواندگی. جبار رسولی کتی هم همراه نشسته من سرود خواندگی. حتی توی داماتی رحمان نویف به من سرود خواندگی. همشون صنعت دوست بودند و ها بسیار کارهای نیک بسیار کردند، لیکن وقتی تینجی و کردند. این مردک حاضر وقتی نوتینجی و وقتی یک بحرانی، وقتی بحرانی خلق تاجیک به این مردک کار کساس جدا کارهای نیک کساس. همون باید دعا میکنیم که عمرش دراز باشد، کارش برار گیرد. در حق ما صنعتکاران بسیار کارهای نیک کسادیان، معلم ها و دکترها و ماهانه گویا نفقه خوره ها و همه کارهای نیک کسادیان. البته آدم جو کاره جو میگیرد، گندم کارد گندم. اینها حاضر فقط گندم کاشتادیان به حسابی حاصلاشان آینده، حاصلی نیکی های کردگیشانه الهیم بینن. آمین. الله اکبر. تشکر زیاد. بار دیگر به صحبت خوش، به صحبت پرمضمون اظهار تشکر میکنم از نام تمام کارمندان سیمای اول. بینندگان ارجمند، این بود برنامه امروزی بزرگان خوجند شهر. ما در مهمانی هنرمند مردمی تاجیکستان بای محمد نیازов بودیم. عزیزان دل، اینک در پناه خداوند متعال باشید. خیر تا بازدید.